با مقصد ارج گذاشتن به تاریخ پرافتخار ملت تاجیک و همه‌جانبه و عمیق آموختن خدمت‌های شایان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه تشکیل دولتی حقوق بنیاد دموکراتی دنیوی و یگانه با تشبث کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت دایر می‌گردد. امروز اهل گروه برای ثبت و انعکاس همه‌جانبه آماده است. اگر روند برگزاری این آزمون برای شما پسند است پس ما را همراهی نمایید. می‌رویم. با مقصد ارج‌گذاری به تاریخ پرافتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنمایی‌های نجیب و فعالیت شایسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه نجات دولت، تحکیم وحدت ملی، اعمار مدل نوی دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه تاجیکستان در شرایط نوی تاریخی و به این وسیله دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، افتخار ملی، تقویت قابلیت کاردانی و راهبری، آموزش همه‌جانبه مکتب دولتداری پیشوای ملت بین قشرهای جوان اهالی جمهوری بخصوص دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی با تشبث کتابخانه ملی آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت دایر گردیده ایستاده است. سلام علیکم، خود را برای ما و بینندگان معرفی نمایید. من زهیر عثمانعلی دانشجوی بخش دوی کالج نگریتی نایه جلالدین را تحصیل میکنم و برای آزمون اثر پیشوای ملت تیاری خوب دیده برام جان. خوب، طولی چند وقت می شود که شما با این آزمون تیاری دیده ایستاده؟ طولی 1 ماه می شود. طولی 1 ماه می شود که من برای همین آزمون تیاری دیده ایستم. در جدای همین اشتراک در آزمونی در بالا ذکر گردیده شما را کی همراهی میکند؟ مرا مقصد معلمم غلام دولت. خوب، این زمان احساسات شما چگونه است؟ احساسات کامل با علم دارم و سوال‌هایی که به من می‌دهند جواب می‌گردم. خوب، بسیاری از اشتراکچیان هنگامی که با آنها صحبت می‌نماییم آنها یک حسی ناباوری دارند، ترس دارند، هیجان دارند و این زمان چون که با شما صحبت کرده ایستادیم شما با یک حسی باوری سخن میگویید که نزد اعضای حکمان میروم و تمام سوال‌هایشان را جواب می‌گردانم و غالب میبرم. این باوری‌های کامل در شما از کجا است؟ چون که من تیارگی به حد سخت دیدگی که هستم از همین سبب از خودم باوری دارم که وقتی که من سوال میکنم همون سوال من جواب میگردم. این زمان در وجود شما ترس هیجان است؟ نه نیست. اعضای حکمان در همکاری با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده از سیاستمداران، دانشمندان و تاریخ‌شناسان دانشگاه‌های عالی مملکت عبارت می‌باشند. بینندگان عزیز، چون که دیده ایستاده‌اید این زمان اشتراکچیان یک نزد اعضای حکمان دانش اندوخته خویش را نشان داده ایستادند و باید قید کرد که فضای مبارزوی است. هر یک از آنها می‌خواهند که از یکدیگر خوبتر و بهتر برآمد نمایند و هیجان بدن تمام اشتراکچیان را و خاموشی باشد تمام طلوع را احاطه نموده است و البته که ما به هر یک اشتراکچی برای کامیابی و موفقیت‌های بی‌نظیر را آرزو می‌نماییم. معلوم است که برای مستحکم و بی‌آلایش و بخشیدن عمری طولانی‌تر برای حیات هر یک ملت و یک دولت و پاینده نگاه داشتن نظام استقلال‌خواهی، صلح، دوستی، وحدت، زبان و فرهنگ جامعه، مملکت‌ها در تمام زمان‌ها به معرفت و خیرد و دانش قوم‌های خود بیشتر توجه می‌کردند. از این نگاه دولت‌های صاحب نفوذ کوشش می‌نمودند برای جامعه‌های خود در ارتباط به خودشناسی و خویشتن‌شناسی و حفظ ارزش‌های فرهنگی و قومی و ارج گذاشتن به گذشته پرافتخاری خود برنامه و نقشه‌های سنجیده شده و انتخاب گردیده را روی دست گیرند. معلوم است که هر یک اشتراکچی با تیاری جدی به آزمون حاضر شده آماده‌اند که نزد اعضای حکمان دانش اندوخته‌شان را افشا سازند. البته از گفته‌های هر یک آنها برمی‌آید که در دل نیت غالب این آزمون با نفوذ جمهوریوی گشتن را دارند.
من دانشجوی کورس دوم کالج تکنیکی شهر دوشنبه به نام محمد جان آسیمی شکرانه میباشم. شکرانه علاقه شما نزد اعضای حکمان برآمد کرده شدید و این زمان خود را چگونه احساس میکنید؟ من احساسی خیلی خوبی دارم و یگان ترسی ندارم. احساسات شما پیش از به نزد اعضای حکمان رفتن چگونه بود و این زمان چگونه است؟ پیش از به نزد اعضای حکمان رفتن من خیلی حسی خوبی داشتم، یعنی که خیلی عجایب بود به من. نترسیدید؟ نه. از همه سوال جالبی که از جانب اعضای حکمان برای شما پیشنهاد کردید کدام سوال بود؟ خیلی همه آن سوالایی که به من داده شد آنها جالب بودند. خیلی بیشتر یعنی که درباره اثرهای پیشوای ملت به من سوال دادند. از بین اثرهای پیشوای ملت که شما آنها رو مطالعه نمودید کدامش برای شما بسیارتر جالب بود، بسیارتر خواندنی با بود و بیشتر پسند آمد؟ جالبترین آنها به من این زبان هستی ملت بود. و کدام خاطر این کتاب برای شما پسند آمد؟ برای که بیشتر درباره زبان ملت، هستی ملت، یعنی که اگر زبان وجود نداشته باشد ملت هم وجود داشته نمیتواند. خوب شکرانه بانو، درباره این کتاب گفته‌تون کمی معلومات دهید. درباره اثر پیشوای معظم ملت زبان هستی ملت خیلی معلومات‌های زیاده به ما پیشنهاد کرده شده است. در آن درباره زبان ملت، هستی ملت، یعنی که درباره وجود داشتن زبان ملت معلومات‌های بیشتری داده است. یعنی که اگر زبان نباشد ملت هم وجود داشته نمیتواند. روند آزمون از شماره زیادی اشتراکچیان نشان داد که این اثرهای پرمضمون واقعا شعله‌ای هستند که صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیک را از عهد قدیم روشن نموده تا به استقلالیت کامل رسیدن و احیای دولتداری نوین تاجیکان را در بر می‌گیرند. من در آزمون خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت شرکت کردم و با یک تیاری کامل آمده بودم و در آینده یعنی امیدوارم که یک جای نمایان را اشغال میکنم. من در طول 3.5 ماه می شود که به آموزش اثرهای پیشوای ملت مشغولم و در طول این 3.5 ماه من اثرهای چهره های ماندگار، تاجیکان در آینه تاریخ، از آریان تا سامانیان، افقهای استقلال، زبان ملت، هستی ملت، تاجیکستان در آستانه فردا و دیگر اثرهای پیشوای ملت را مطالعه نمودم و اساساً سوال‌هایی که یعنی از جانب حکمان به من داده شد یعنی آنقدر سوال‌های مشکل هم نبودند و امیدوارم که آنها را به خوبی جواب داده باشم و از سبب آنی که من در طول 3.5 ماه با آموزش اثرهای پیشوای ملت که مشغول بودم یعنی آنقدر کاری دشوار نبود برایم جواب دادن سوال‌ها و در آخر با یعنی تشکیل کنندگان چنین آزمون مینداری خود را بیان می‌دارم چون که درباره پیشوای ملت هر قدر ما سخن کنیم بازم هم کم است. برای همین گفتنی هم که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت و آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. سلامت باشید. طبق نظامنامه آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت از 2 دور عبارت بوده از ماه می تا ماه اکتبر سال 2024 برگزار می‌گردد.